از همون خاطر در مسئله صدقه فطر در سرسایه که برش میگه گندم نصف قیمت خرما است. مثلا از خرما 1 صاع است که تقریبا 2 کیلو 200 گرم میشه. خب ما به خاطر احتیاط 2.5 کیلو میگیم. 2.5 کیلو باید صدقه فطر داده شود. از پنیر، از کشمش، از خرما. اما از گندم نصف از این باید داده شود. چرا؟ به خاطر که قیمت گندم در او زمان نیم قیمت گندم برابر، یعنی نیم صاع گندم برابر 1 صاع خرما بود، 1 صاع کشمش بود، 1 صاع، 1 پیمانه پنیر بود. حالی مردم همتشانی قدر چی است؟ پایین است. دیگه وقتا چیخ میزنه که وابیا ما را از خیرات من نمیکنه. اما وقتی که مسئله صدقه فطر میرسه آنقدر کنجوسی و بخل در پیش میگیره، یکیشان خرما را نمیده، یکیشان کشمش نمیده، پنیر را نمیده، برنج نمیده. چیزی که قیمت امی جو که 1 پیمانه است او را خوردیش هم مراعات میکنه. خورد کم 1 چاره گندم. این اندازه ملاحاست، در حالی که طور نیست. صاع اونجا 1 پرخم است. 1 پرخم گندم که بگیری بعد از او برات واضح میشه که چقدر میشه. یا جو بگیری او تقریبا 2 کیلو 200 گرم به این اندازه میشه. لیکن احتیاط دیشه مردم ما گندم میده، قیمت گندم خود گندم هم نمیده، در حالی که در صدقه فطر بغیر از جنس یعنی مواد خوراکه قیمت صحیح نیست. بعضی علما قطعا ناروا میدانه کسی قیمت داده باشه در گردنش صدقه فطر باقی مانده. یک تعداد علما قائل به است که در وقت ضرورت جایز است. یک کسی در اینطور یک جای قرار داره که نه بازار است که اونجا مواد خوراکه بخره و این طرف اید است، این طرف کجا بره که صدقه فطری خود بده؟ مجبور است که پول بده. از او خاطر پول از روی ضرورت جایز میداند، دیگه صدقه فطر جنس داده شود. این مردما قیمتی خورد کم 1 چاره گندم داده رایستند. خب قیمت از کجا؟ قیمتی منډه‌ای را میده. خودش در سری بدخشان است که اونجا 1 چاره گندم چقدر قیمت داره. اینجا چی میگه؟ آسان گپ است. تلویزیون اعلان کرده این قیمت. تلویزیون که قیمت کابل اعلان کرده، نه از بدخشان ډوډۍ خور. چرا اینطور میکنی؟ خب ما در مسائل فرضی، در مسائل اجرا کردن حکم الله این قدر سست و بخیل و نعوذ بالله ناتوان هستیم که پرسان نکن. همین صدقه فطر است. او برادر پرسان است چقدر مقدار میشه؟ او برادرم 3 کیلو بگی، من هر سال 3 کیلو میدم از یک نفره. برنج میدم از او کده که علا برنج نیست میخرم، به خاطر ازی که به درد فقیر میخوره. خرما را برش نمیگیرم. خرما را چی میکنه؟ اون نیاز به برنج داره، مواد خوراکه داره که سوا و بیگا اولادش گزارش شود. از همون خاطر صدقه فطر از مواد خوراکه واجب شده و فرض شده. این کار را نمیکنیم. دنبال خرد گشته رایستیم که کم کنیم که اینی باید کم شود. و مردکه الله برد داده بده خانه غریبه 2-3 بوجی برنج برش روان کو که 4 ماه شود قرار دلش آرام شود که الحمدلله 3-4 ماه این یک قطع خبر ما پیدا شد. این را نمیکنیم. دنبال ازی گشته رایستیم خرد کم 1 چاره گندم. بازورم به کی میدیم؟ ده حق ملا صاحب کی رفتم ریش سفید برش گفته که بیا ملا صاحب قطمه امامت کو، چند معاش میده؟ ولا مردم خیلی غریب و قدر خانم نیستیم. 3000 میشه. 3000 خمایا نمیتونم. چی 3000؟ ملا صاحب خیر است پستای قربانیم برات میدیم. خب استاد چقدر خودت میگی که خانه کم است غریب است، 1-5-6 قربانی میشه. این چی میشه؟ نه ملا صاحب صدقه فطرم برات میدیم. باز میگه صدقه فطر شما چی باشه؟ خودتون میگی که خانه کم است. ملا صاحب یک کمی لب و لب مرده میشه اسقاط میگیری، یک کمی لب و لب ختم میشه، یک کمی لب و لب اینی طور گپا میشه. خیر است. ملا را میبره صدقه فطر حق ملا قرار میده. باز بعد از میگه این صدقه فطر که تو اونجا به ملا گفتی که صدقه فطر به تو میدیم حق شد. هر کس که تو صدقه را د ملا داده باشه گردنش بسته صدقه فطرش نشده. لازمش امیال هم فارغ نیست. یا در حق ملا داده رایسته صدقه فطره خود مرده را قربانی شمار میکنه. این مردم این قدر است با الله چه قسم معامله میکنه؟ شما خبر نداری که الله از نیت اراده و تصمیم و هر چیزی تان خبر داره آگاست. الله را فریب میدی؟ چرا اینطور میکنی؟ بازی دینداری ماست. اینمی دینداری ماست. دیدی؟ اینی دینداری ماست که انفاق میکنیم که لاف میزنیم. خیرات وهابیا خیرات بند کرده. تو کجا خیرات میتونی؟
اون جایی که خیرات است تو نمیشناسی بیچاره. اگر تو دنبال بدعتا، تو دنبال رواجا، ریاکاری ها، شهرت طلبی ها، خودنمایی ها، تمام عمر دی تیر شده. امو وهابی دل می سوزانه سری تو، بدبخت که سبا میری اونجا چیزی که برای ضرورت است او رو بعد انجام بدی که به دردت بخوره، تباه نشوی، برباد نشوی، در گناه واقع نشوی. این دوستل خدای ناراض خدا مانده که هنوزم الله از پیشت خوش نباشه. اینطور است. همین وهابی بیچاره دل سری تو می سوزانه که تو هر انفاقت، خرچت، مصرفت بجا باشه، اما تو بدبخت نمیدانی، تو نمیفهمی حیثیت خدا، عزت خدا. اما مولای بگوی دزدی کیسابوری ماهر، او کیسابوری اصری است او که با کنام عنوانا پولی تزده رئیس، گاهی به مانای لیسقات، گاهی به مانای جمگی، گاهی به مانای فلانی از پیشت کنده رئیس، امور خوش داری. این مولای دلسوز تو خوش نداری. الله سرت رحم بکنه.